الان داشتم یه پادکست گوش میکردم که موضوعش در مورد آزادی زمانی و مالی بود. خیلی صحبت‌های جالبی داشت میگفتش که خیلی موفق نمیشن چون که موفقیت رو یه بازی کوتاه مدت میدونن، چون که صبر و حوصله و استمرار ندارن و بعدش هم غر میزنن و میگن خب همه که موفق نمیشن. در اصل درست میگه، همه که موفق نمیشن چون که موفقیت آسون نیست. چون اگه آسون بود همه موفق میشدن دیگه. واقعا کیه که دلش نخواد زندگی با کیفیت تری داشته باشه؟ یه جمله قشنگی بود: پول بیشتر داشتن فقط به این معنی نیست که بری برند بخری، ماشین آخرین مدل سوار بشی و به بقیه بوز بدی. اصل ماجرا اینه که پول کافی یعنی آزادی. آزادی اینه که نه بگی به تمام کارهایی که برات ارزش ندارن، به تمام پروژه هایی که فقط وقت تو میگیرن. پول یعنی این فرصت که بتونی زمان تو صرف کارهایی کنی که برات ارزش دارن، برای رشد فردی، برای رشد خانوادت، برای تاثیرگذاری. یه مثال خیلی جالب بود به کتاب در ستایش بتالت برتراند راسل اشاره کرد. راسل میگه که تمام وقت و انرژی آدم صرف دویدن برای بقا میشه. دیگه فرصت فکر کردن، خلاق بودن یا حتی رشد فردی رو نداره. همه اینا از بین میره. از نگاه اون جامعه سالم‌تره که آدما توش آزادی داشته باشن، نه برای تنبلی، بلکه برای اینکه بتونن کارایی رو انجام بدن که واقعا براشون معنا داره. علم، نوآوری، هنر، فلسفه، خلاقیت، اینا از ذهنی بیرون میاد که واقعا فرصت تنفس داره، نه ذهنی که دائما زیر فشار مالی و استرسه. پس وقتی که از آزادی مالی و زمانی حرف میزنیم، منظورمون صرفا پول یا بیکاری نیست. منظور داریم درباره بستری صحبت میکنیم که توش بتونی تصمیم بگیری، خلاق باشی، رشد کنی و مهمتر از این که خودت باشی. پول نه تنها ابزار آزادیه، بلکه اگه با درک و بینش درست هم همراه باشه تو رو به آدم مسئولتری تبدیل میکنه. چون تو دیگه مجبور نیستی برای بقا هر کاری رو قبول بکنی. ما برای نمایش زندگی به دیگران تلاش نمی کنیم، بلکه برای رضایت خودمون و آرامش درونی خودمون داریم تلاش می کنیم. برای اینکه بتونیم خودمون باشیم، برای اینکه بتونیم انتخاب بکنیم. به جای اینکه وقت تو بفروشی، واقعا روی اون سرمایه گذاری کن برای رشد و رضایت خود. و این دقیقا همون چیزیه که من تو این مدت با تمام وجودم دارم تجربهش میکنم. توی بیزینسی که باهاش کار میکنم، موضوع فقط پول در آوردن نیست. اصل ماجرا اینه که تو میتونی خودت برای زمان خودت تصمیم بگیری، کاری رو یاد بگیری که وابسته به مکان و ساعت خاصی نیست، بتونی از هر جایی و هر زمانی که میخواد مسیر رشد و درآمد تو بسازی. آزادی زمانی و مالی ساده به دست نمیاد، ولی وقتی که مسیر درست، آموزش حرفه‌ای، راهنمایی مستمر و ابزارهای درست رو در اختیار داشته باشی، ممکن. ولی نه یک شبه، نه با وعده‌های تو، بلکه با تلاش واقعی و قدم‌های حساب شده. دقیقا همین جاست من به بیزینسی که دارم انجامش میدم ایمان دارم، چون مسیرش طوری طراحی شده که اگه درست و مداوم روش کار بکنی، قدم به قدم میتونی به همین آزادی زمانی و مالی برسی. البته نه یک شبه، ولی واقعی و مداوم. برای همینم دارم هر روز با انگیزه تر از قبل ادامه میدم، چون که میدونم بازی بلند مدته ولی ارزشش رو. اگه تو هم دلت میخواد راهی رو شروع کنی که توش آزادی زمانی و مالی فقط یه رویا نباشه، خوشحال میشم که اطلاعات رو از یارت بکنم. فقط کافیه که اسم و آدرس ایمیل رو برای من دایرکت کنی و یا اینکه تو لینکی که تو بایو پیج هم هست ثبت نام کنی. همه چیز از همین یه قدم ساده شروع میشه. اینم از خدای زیبای من که الان کاشتش.